به چنل آتیهوش خوش اومدی. همه چیز از پاریس شروع شد. شهری که مثل آبرنگ زیر پای من زنده بود. خیابانها نرم می درخشیدند و رنگهای زنده آسمان روی صورتم می نشست. من می دویدم، نه برای فرار، برای رسیدن به چیزی که هنوز نمی شناختم. باد بلند شد و تکه های کاغذ دورم چرخیدند. حس کردم پاریس می خواهد درهایش را به دنیای دیگر باز کند. وقتی به لبه شهر رسیدم، زمین آرام تا شد و شکافی از نور زیر پایم باز شد. پرنده های اوریگامی بالا آمدند و نگاه من را با خود بردند. میان دو جهان معلق شدم. پاریس آرام در یک سو و نیویورک روشن و تیز در سوی دیگر. احساس کردم میان رویا و واقعیت در حال شکل گرفتنم. وقتی روی صفحه سفید فرود آمدم، سکوت جهان را پر کرد. مدادم را برداشتم و اولین خط را کشیدم. خطی که تبدیل به شهری تازه شد. شهری که نه فقط آبرنگ بود و نه فقط اوریگامی. شهری که بخشی از من در آن زندگی می کرد. آنجا فهمیدم که دنیای من از جایی شروع می شود که جرأت کنم دوباره بسازمش. هر رویا از یک تاب و یک قطره رنگ آغاز می شود. به بچگی رسیدم. جایی که این جهان را خوب فهمیدم.